قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الحمدلله امروز رد دوم را انشاءالله بیان میکنیم که چگونه اهل بدعت مسلمان ها را با گناه کلان تکفیر میکنند. یعنی عین خوارج همین انسان ها هستند، مانند حاجی میرزا، مانند ایشان نوردین، مانند بختری، مولای بختری، مولا عبدالقادر و امثال همین اهل بدعت که با گناه کلان تکفیر میکنند. پیغمبر خدا گفتند لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. در وقت زنا کردن ایمان از بدن شما جدا می شود. ای زناگارا شما مسلمان نیستید، شما ایمان ندارید، شما را جنازه تان درست نیست. از خدا ترسید. در حالی که قرآن و سنت سلف امت با گناه کلان تکفیر نمیکنند. چگونه حدیث رو بیان کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جبریل نزد من آمد علیه السلام و بشارت داد برای من اینکه از امت تو کسی که به همراهی الله شرک نورزد از دنیا یعنی موحد بگذرد داخل جنت می شود. رسول الله گفت اگر زنا بکند و عرق بنوشد، گفت اگر زنا بکند و عرق بنوشد. و آیت قرآن را همچنان بیان کردیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و تفسیرش رو بیان کردیم. امروز میخواهم قول امام ابو حنیفه رو، خیلی که این اهل بدعت داد و فریاد میکنن که ما حنفی هستیم. سوال با اینها است آیا شما فقه اکبر رو خوانده هستین یا نه؟ امام ابو حنیفه چی میگه در فقه اکبر؟ ما مسلمان ها را با گناه کبیره تکفیر نمیکنیم تا وقتی که حلال ندانش. یک انسان لا اله الا الله میگوید، محمد رسول الله میگوید، 5 وقت نماز میخواند، این مسلمان هست. اگرچه عرق مینوشد، اگرچه دزدی میکند، خیلی که ما گفتیم حرام است، جایز نیست، گناه است، اما از اسلام خارج نمیشود. امام ابو حنیفه در فقه اکبر چی میگوید؟ ولا نزیل عنه الاسم الایمانی و نسميه مؤمنا حقیقتا و یجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر. یعنی امام ابو حنیفه میگوید که اسم ایمان رو از مسلمان ما خارج نمیکنیم، مؤمنش میگیم حقیقتا. یعنی در اصل هر یک انسانی که لا اله الا الله میگوید، محمد رسول الله میگوید، این مؤمن هست. اسلام و مؤمن هم اسلام رو دارد هم ایمان رو دارد، اما وقتی گناه میکند همون ایمانش درجهش کم می شود. و چه خیلی که امام ابو حنیفه میگوید مؤمنی فاسقش میگیم غیر کافر تا وقتی که حلال نگد. یک انسان مسلمان هست، عرق میخورد، بعضی وقتی سوالش میکنی میگه بله این حرام هست، الله منو ببخشه، الله منو هدایت کند، من بس میکنم ان شاء الله. این مسلمان هست، اما در نزد حاجی میرزا نه. در نزد حاجی میرزا این کافر است، میگه مسجد نیو. میگه علیکم داملای عزیز، آیا شراب را نوشیده به مسجد آمدن جایز است؟ آدمی شراب نوش ایمان ندارد. آخه ما با شما گفته بودیم آدمی که شراب گفته مقصد همین عرق است، شراب گفته تمام همین نوشاکیار هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است. همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید، ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد، برای آمدن مسجد چی معنی دارد؟ آخه حتی حدیث پیغمبر خدا بود من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان قمیصه من رأسه. رسول اکرم گفته است کسی زنا میکند یا عرق می نوشد، ایمان از وجود او گرفته می شود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خچ از بدنش بدر میکند، بیره میگذارد، مثل همون ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟ کس برود رو گذاشت، برود گذاشتن فسق است، خلاف گفته رسول الله است، اما در نزد حاجی میرزا چی؟ مشرک است. اگر شما برودهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخ‌های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر. و مسئله ای که نماز این اجماع هست، چگونه که ما بیان کردیم
از عبدالله ابن شقیقی این تابعین جلیل ذکر میکنه کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاه. یعنی عبدالله ابن شقیق میگوید که صحابه های رسول الله با ترک عمل تکفیر نمیکردند مگر نماز. اگر نماز نمیخوان انسان در نزد صحابه با اجماع کافر است. همچنان آیات قرآن در این دلالت میکند. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 5 فرمودند فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فَإِن تَابُوا، هر وقتی که مشرکا کافرها توبه بکنند، شهادت رو بگویند و اقاموا الصلاه، نماز رو برپا بدارند، و آتوا الزکات، زکات رو بدهند، فخلوا سبیلهم، یعنی راهشون باز کنین، اینها مسلمان هستند به درستی که الله بخشنده و مهربان است. و حدیثی که بیان کردیم قول عبدالله ابن شقیق رو که صحابه با ترک نماز تکفیر میکردند. یک انسان لا اله الا الله میگوید، محمد رسول الله میگوید، نماز میخواند، این مسلمان هست اگرچه یگان کارهای بد رو کرد. اگرچه کارهای بد رو کرد در نزد اهل سنت مسلمان هست. خیلی که امام ابو حنیفه چی گفت؟ مؤمن هست اما فاسق. و چگونه که ما بیان کردیم در شرح همین حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که جبریل نزد من آمد، امام نووی چی میگوید؟ اما قوله صلی الله علیه و سلم و این زنا و این سرق فهو حجت لمذهب اهل سنت. یعنی همین حدیث حجت هست به مذهب اهل سنت، ان اصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار. اینکه انسان هایی که گناه کبیره میکنند اینها را اهل نار گفته نمیشد، یعنی کافر نیستند. و انهم ان دخلوها اخرجوا منها و ختم لهم بالخلود فی الجنه. یعنی خلاصه سخن همین چی است؟ اگرچه اصحاب کبائر، اگرچه انسان ها گناه کلام بکنند در مشیت الله هستند، اگرچه داخل دوزخ هم شوند، عاقبتشون آخران جاشون چی است؟ جنت هست. و همچنان حدیث دیگه که از ابی ذر ذکر می شود رضی الله عنه فرمودند اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و علیه ثوب ابیض و هو نائم ثم اتیت وقد استيقظ. ابو ذر رضی الله عنه فرمودند که نزد پیامبر آمدم، در تنش لباسی سفید داشت، خواب بود و بار دیگر آمدم که خست است. فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. پیامبر فرمودند که کدام بنده لا اله الا الله بگوید و به همین کلمه بگذرد مگر داخل جنت می شود. قلت و این زنا و این سرق. ابو ذر میگه گفتم یا رسول الله اگرچه زنا بکند و عرق بنوشد؟ قال و این زنا و این سرق. قلت و این زنا و این سرق. گفتم یا رسول الله اگرچه زنا بکند و عرق بنوشد؟ بار دوم رسول الله اگرچه زنا بکند و عرق بنوشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بار سوم گفت که قال و این زنا و این سرق على رغم انف ابی ذر. اگرچه زنا بکند و عرق بنوشد، یعنی کلمه رغمی بنید خوکولود بود، همین خیلی میشد. پیامبر چی گفت؟ یعنی بنید خوکولود بود ابو ذر، برای که بسیار تکرار کرد. یعنی از این دیده میشد یک انسان لا اله الا الله گفت، محمد رسول الله گفت، شرک ندارد، نماز دارد، اگرچه زنا بکند و دزدی بکند این مسلمان هست. حدیث صحیح در بخاری و مسلم آمدگی است، اما اهل بدعت تکفیر میکنند. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که من شرب الخمر خرج نور الایمان من قلبی
گفتن هر شخصیتی که اگر شراب بنوشه یعنی از شراب استفاده ببره نور ایمان از دل این شخصیت بیرون می شود. حتی در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار گفتن که انسان عرق نوش در حالت عرق نوشش ایمان در بدنش نمیست، ایمان از بدنش بیرون می شود. در روزه گذشته هم گفتیم که 3 گناهی هست که براشون چقدر تهدید و سرزنش سخت شده. یکی از اونها زنا، دیگرش عرق نوشی، سومش دزدی. در حالت انمی 3 گناه انسان وقتی انجام دادنش ایمان از بدن انسان بیرون میشه. هر شخصیتی که در این حالتها وفات کنه به یگان شک و شبهه یعنی اون شخصیت از دنیا به ایمان رفته است. در حالی که اینها طعن میزنن، موحدین رو طعن میزنن با تکفیر کردن، گویا که موحدین همه تاجیکستان را تکفیر میکنن. والله این تهمت بزرگ است و در نزد الله به این تهمتاشان جواب میگویند. هرگز و هرگز ما تاجیکستان رو کلا تکفیر نکردیم. این برای همگی معلوم است که در تاجیکستان خریستیانان رو زندگی میکنن، در تاجیکستان طاغوت پرستا زندگی میکنن، در تاجیکستان کسانی هستند که به حکم الله حکم نمیکنند، که این به اجماع کسانی که به حکم الله حکم نمیکنند کافر هست. ابن حزم و بیان کرده است ابن حزم این مسئله رو که در کتاب احکام فی اصول الاحکام جلد 5 صفحه 153 وقال ابن حزم رحمه الله من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام. ابن حزم میگوید که کسی حکم بکند به حکم انجیل، یعنی همون حکمایی که در قرآن است، یعنی بعضی حکما اگرچه تورات و انجیل از بین رفتگی هستند، بعضیش هست در قرآن آمدگی است. یعنی چی میگوید شیخ؟ یک انسان با حکم انجیل و تورات میکنه که اینها کتاب‌های سماوی هستند، در شریعت نیست اون چیز. با تحقیق فإنه کافر مشرک خارج عن ملت اسلام، کافر و مشرک است و خارج است از ملت اسلام که در احکام فی اصول الاحکام. و همچنین شیخ اسلام تیمیه بیان میکند در منهاج السنه جلد 5 صفحه 131 وقال ابن تیمیه رحمه الله والحكم بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو اكمل انواع العدل واحسنها. حکمی که الله نازل کرده است به محمد صلی الله علیه و سلم این عدل هست، خاص هست و این کامل ترین و پرترین نوعهای عبادت هست و بهترینش. والحکم به واجب علی النبی صلی الله علیه و سلم، این حکم واجب هست، فرض هست برای محمد. یعنی چگونه که در نزد جمهور علم ها معنای فرض واجب یک معنا دارد، فرض هست. و کل من اتبعه، و کسی که پیروی از محمد بکند، و من لم یلتزم حکم الله و رسوله فهو کافر، کسی که ملتزم حکم الله و رسولش نشود کافر هست. منهاج السنه جلد 5 صفحه 131. این گونه آیات قرآن سوره مائده الله سبحانه و تعالی فرموده و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اما امروز مرجئه ها و مدخلی ها میگویند که ابن عباس کفر دون کفر گفت. در اصل این حدیث ابن عباس، این سخن ابن عباس در اصل ضعیف است، اما رفته و ما بگیم همین سخن ابن عباس درست است. یعنی ابن عباس این سخن رو زیدی کی گفت؟ وقتی خوارجا زید حضرت علی خستند و حضرت علی رو تکفیر کردند رضی الله عنه، خوارجا این آیت را زید حضرت علی حجت گرفتند و ابن عباس در جواب این سخن رو گفت.
اگر چی بگیم این سخن درست باشد. اما حضرت علی ابن عباس زید خوارجو این سخن را گفت. برای چی؟ برای اینکه خوارجو حضرت علی را تکفیر کردند. چگونه که ما گفتیم ما بیزار هستیم از خوارجو. برای این حجت شده نمیتوند. یک انسانی که 20 سال و 50 سال حکم الله از بین برده است، زید شریعت جنگ میکند، و این مشرک نیست؟ اجماع قطعی مشرک میشود. اما حضرت ابن عباس وقت این سخن رو گفت زید خوارج گفت. خوارج حضرت علی را رضی الله عنه را تکفیر کردند. اگرچه در تکفیر خوارج اختلاف است، چگونه که حضرت علی را سوال میکنند، تفسیر بغوی ذکر می شود جلد 4 صفحه 259. علی رضی الله عنه را سوال میکنند امشرکونهم فقال لا من الشرك فروا. گفتن که آیا مشرک هستند خوارج؟ گفت نه، از شرک ریختند. فقیل امنافقونهم، گفت پرسیدن آیا منافق هستند؟ فقال لا ان المنافقین لا يذكرون الله الا قليلا. منافقا الله ذکر نمیکنند مگر کم. قیل فما حالهم، پس حالشون چی هست؟ قال اخواننا بغوا علینا، برادرهای ما هستند اما زید ما خستند. اگرچه در تکفیر خوارج اختلاف است، اما ما خیلی گفتیم ما بیزار هستیم از خوارج. خوارج هایی که زید حضرت علی خستند، خوارج هایی که امروز میگویند غیر از ما مسلمان دیگر در دنیا نیست، همه مشرک هستند، فقط ما مسلمان هستیم. ما از این گونه انسان ها بیزار هستیم. خیلی که ما بیان کردیم در تاجیکستان مسلمان ها زندگی میکنند، در تاجیکستان خریستیان ها زندگی میکنند، در تاجیکستان یهودی ها زندگی میکنند. ما نمیگیم تاجیکستان همش مسلمان هست، اما در تاجیکستان مسلمان ها الحمدلله زندگی میکنند. و ما الحمدلله مسلمان هستیم و غیر ما مسلمان ها زیاد هستند. در دولت های عربی زیاد هستند، در سعودی الحمدلله و در دیگر دولت ها مسلمان ها زیاد هستند. و ما بیزار هستیم از اون انسان هایی که میگویند فقط ما مسلمان هستیم. ما از این گونه انسان ها بیزار هستیم تا روز قیامت. و بدون شما اهل بدعت که شما طعن زده ایستین، والله در نزد الله شما جواب میگویین. ما دعوت به سوی چی داریم؟ ای مردم یگانه الله عبادت کنین. ما مردم رو به سوی یگان سو دعوت نداریم. ای مردم الله عبادت کنین، از شرک دوری بجوین، طلب رو از الله بکنین. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عبادت بکنین، از طاغوت ها دست بکشین. کسانی که حکم الله نمیکنن، کسانی که در تاجیکستان ریش و حجاب و قرآن خوانی را منع کردن، اگر شما حقا غمخوار مردم میشدین، پس چرا یک بار بیان نمیکنین؟ پس چرا یک بار بیان نمیکنین که در تاجیکستان یگان مدرسه نیست؟ اگر تو ای حاجی میرزا غمخوار مردم باشی، وقتی که سوالت کردن که پسرم در گجا بخواند، تو میگوی در یگان جا نخوان، پس چرا نمیگوی در تاجیکستان بیا قرآن بخواند؟ چرا در تاجیکستان یک مدرسه قرآن خوانی نیست؟ اگر تو حق جو باشی، حق گو باشی، غمخوار مردم باشی، پس چی به بیان نمیکنی که در تاجیکستان یک مدرسه قرآن خوانی هوی کنند؟ مردم فرزندهاشون برند مانند تا که مدرسه بخوانند، قرآن بخوانند. کس همون مدرسه ها؟ پس شو تو یک بار امر نمیکنی که در تاجیکستان یک مدرسه بکشویند؟ از این دیده میشد که خود یک طاغوت پرست هستی. بله تو مشرک هستی، ما تو را تکفیر میکنیم. اولا که تو جهمی هستی، بعدی از این طاغوت پرست تو هستی. اما الحمدلله در تاجیکستان مسلمان ها زیاد و زیاد هستند و در تاجیکستان ملاهای مسلمان زیاد هستند که بیزار هستند از تو و امثال تو. الله عبادت میکنند، درست پروایی چی ندارند، مسلمان میدونیم، دفاع از طاغوت نمیکنند. ملاهای هستند که در خانه ها نشسته مسلمان هستند، اما کسانی که دفاع از طاغوت میکنند. آیا تو سخن امام احمد رو نشنیدی؟ وقتی که سوالش میکند قلاوری همون ترمه، میگوید ای امام، آیا من یاردمچی ظالم هستم؟
این گونه سخنهای سلف خیلی زیاد هست. امام احمد در جواب چیش میگوید؟ نه تو یاردمچی ظالم نیستی. میگه یاردمچی ظالم کسی هست که برای تو رشته و سوزن میفروشد، نان تیار میکند. اما نفس ظالم میگه تو هستی. برای حکم ظالم رو تو وقتی ظالم حکم میگذارد تو حکم آن رو اجرا میکنی. اما امروز کجا برسد یک طاغوتی که حکم غیر الله میگذارد و مردم رو به این حکم مجبور میکند، اینا طاغوت پرست نمیشوند، 100% طاغوت پرست میشوند. ای میرزا ای را تو بدان در نزد الله تو جواب میگویی. وقتی در تاجیکستان میگوی آزادی هست، پس چی به مردم نمیتونن در خانه‌هاشون قرآن خواندن، در مسجد قرآن خوانده؟ پس چی به تو 18 ساله مسجد منع هست؟ پس چی به دخترکو به حجاب مکتب رفته نمیتونن؟ ای مردم چی به سوال نمیکنین؟ وقتی که در روسیه و در دیگر جاها میگرده، پس چون همین سوال ها را نمیکنینش؟ بگین که ای حضرت در مکتب ها چون ما دخترهای ما حجاب نمیدوزن، در حالی در روسیه جایز هست. یک دولت کفری که پاچاش کافر است، چه مسلمان نمیگه، در مکتباش حجاب میدوزن مردم. مسجد قرآن میخونن، کودک‌ها مسجد میروند، بچه‌ها یوشکو حج میروند. کسی که میخواد ریش میموند. اما در تاجیکستان همه اینها معن هستند. ای مردم سوال کنین میرزا را و امثال میرزا را سوال بکنین. در تاجیکستان گونه چیزها معن بوده است و در روسیه جایز بوده است. ان شاء الله ما بیان میکنیم عقیده اهل سنت رو که خود خوارج میرزا و همین هم دوستای میرزا هستند. اما ما ان شاء الله بیان میکنیم که از این گونه عقیده هایی که میرزا و امثال میرزا دارن ما بیزار هستیم. یک انسان عرق نوشید، دزدی کرد، زنا کرد، ما تکفیر نمیکنیم. برود گذاشت، ما تکفیر نمیکنیم. اما تکفیری خودی همین ها هستند. والله شما جواب میگوییم به این کارهاتون و حق را شما میخواهیم به همون لبهای یک تاییاتون جمعهاتون بپوشونین. هرگیز کلا هرگیز این کار را شما کردن نمیتونین. ان شاء الله یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینها میخوان نور الله را به همون جمعهاشون یک تاییاشون بپوشونن. هرگیز ان شاء الله این کار رو کردن نمیتونن. امروز جوانهای مسلمان ها حقیقت رو فهمیده ایسن. ای مردم بگیرین اختان جستجو بکنین کتاب های اهل سنت رو، قرآن سنت رو بخونین، حدیث هایی که ما بیان کردیم بگیرین نظر کنین. حدیث صحیح در بخاری مسلم آمدگی که یک انسان عرق نوشید مسلمان است. ان شاء الله در آینده باقی عقیده اهل سنت رو ما ان شاء الله با بیان میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.